سلام عزیزای دل، فالوورای عزیز. اومدم جای همیشگیم سمت جاده میسر، جاده قم. باز یه باغ کلم، گل کلم نرسیده هنوز محصولش. ببینید دوستان، تا چشت کار میکنه همش گل کلمه، ولی هنوز محصولش نیومده. خیلی برام جالب بود، گفتم اینو با شما به اشتراک بذارم. ببینید خیلی زیاده ماشاءالله، فکر کنم 2 هکتار 3 هکتار گل کلمه. تا چشت کار میکنه همش گل کلمه. انشالله 20 روز 1 ماه دیگه فکر کنم محصول اینا میاد تو بازار. خیلی برام جالب بود، گفتم با شما به اشتراک بذارم. خیلی جالب بود. گل کلم وسط این بوتش، اینجا وسط این درگه، وسط اینا محصولش در میاد. جاتون به شدت خالی. سپاس.